سلام به نورهای قشنگم. امیدوارم امروز دلتون پر از حس خوب و آرامش باشه. امروز پنجشنبه 27 آذر با هم میخوایم ببینیم که ستاره ها و کائنات چه پیام زیبایی برامون دارن. پس راحت بشینید، یه نفس عمیق بکشید و آماده باشید تا انرژی عشق و شادی امروز رو با هم دریافت کنیم. فروردین ماهیای عزیزم، براتون کارت قالب تو آف کاپس افتاده، پیوند دو طرفه. امروز انرژی درک متقابل پررنگه. کات شده ها، اتصال هنوز قطع نشده ولی هر دو طرف منتظر حرکت اول هستین، یعنی هر دوتون منتظر همدیگه این. از نظر کاری و مالی پیشنهاد یا همکاری دو طرفه براتون در راهه. جمله امروز تو: من لایق رابطه‌ای برابر و سالم هستم. اردیبهشت ماهیای عزیزم، از نظر احساسی کارت دمپرس اومده براتون، یعنی احساس ارزشمندی و دوست داشتن خودتون. کات شده ها، طرف مقابل هنوز جذب انرژی زنانه و یا مردانه و یا قدرتی که درونتون هستش. و از نظر کاری و مالی رشد آهسته ولی واقعی دارین، ثمر چیزی که کاشتین نزدیکه. جمله امروز تو: من ارزشمندم و فراوانی به سمتم میآید. خرداد ماهیای عزیزم، از نظر احساسی براتون کارت پیج آف کاپس افتاده، یعنی پیام احساسی که حتی اگر کوچیک باشه دریافت میکنید. کات شده ها، یه حرف نگفته‌ای وجود داره، یه پیام یا این نشونه این به سمتتون میاد. از نظر کاری و مالی ایده نو نیاز به جدی گرفتن داره، ایده هاتون رو جدی بگیرید. جمله تو: من اجازه میدم احساسات صادقانه بیان بشن. تیر ماهیای عزیزم، از نظر احساسی کارت دمون افتاده، یعنی احساسات عمیق و کمی سردرگم. کات شده ها، ترس و تردید مانع اقدام شده، نه بی احساسی. از نظر کاری و مالی فعلا تصمیم بزرگ نگیر، صبر کن تصویرت کامل بشه بعد. جمله تو: من به شهودم اعتماد میکنم. مرداد ماهیا، کارت استرنت افتاده، عشق همراه با بلوغ و کنترل احساس. کات شده ها، این بار اگر برگشتی باشه از روی آگاهیه. کاری و مالیتون موفقیت با جسارت آروم، نه عجله. جمله تو: من با قدرت و آرامش جلو میرم. شهریور ماهیای عزیزم، کارت جاستیک افتاده براتون، حقیقت رو میبینی حتی اگر تلخ باشه. کات شده ها، کارما فعاله، هر چی بوده نتیجهش برمیگرده. از نظر کاری و مالی قرارداد یا تصمیم قانونی به نفعته. جمله امروز تو: من حقیقت رو انتخاب میکنم حتی اگه سخت باشه. مهر ماهیای عزیزم، کارت لاورز افتاده براتون، انتخاب قلبی مهم، یعنی شما انتخاب قلب اون هستید. کات شده ها، هنوز پیوند روحی هست ولی انتخاب تعیین کننده است. از نظر کاری و مالی دوراهی کاری داری، دل و عقلت باید با هم جهت باشن. جمله امروز تو: من انتخابی میکنم که با قلبم هماهنگه. آبان ماهیای عزیزم، کارت دیس افتاده، پایان عمیق برای تولدی تازه. کات شده ها، این ارتباط یا کاملا متحول میشه یا بسته میشه. از نظر کاری و مالی قطعه منبع استرس، شروع یه مسیر سالمتر برات هست. جمله امروز تو: من پایانها رو میپذیرم تا جا برای نو باز شه. آذر ماهیای عزیزم، از نظر احساسی چرخه زندگی در حرکت به نفعتون. کات شده ها، اتفاق غیر منتظره، پیام یا تماسه برخورد غیر منتظره با هم دارید. از نظر کاری و مالی هم شانس همراهته، مخصوصا اگر ریسک حساب شده کنی. جمله امروز تو: من با جریان زندگی هم مسیرم. دی ماهیای عزیزم، از نظر احساسی ثبات، تعهد و امنیت برات هست.
کات شده ها، اگر برگشتی هست این بار جدی و عملیه. کاری و مالی، ثبات مالی در حال ساخته شدنه. خیالتون راحت. جمله امروز تو: من امنیت و ثبات رو انتخاب میکنم. بهمن ماهیای عزیز، از نظر احساسی کارت ستاره براتون افتاده. امیدی که بعد از سختی هست. کات شده ها، شفا براتون در جریانه حتی اگر بازگشتی نباشه. از نظر کاری و مالی هم مسیر الهام بخش و آینده داری دارین. جمله امروز تو: من به آینده هم امید دارم. اسفند ماهیای عزیز، کارت 10 آف کاپس افتاده براتون. رضایت قلبی، آرامش احساسی. کات شده ها، دلبستگی عمیقی داشتین ولی رهاسازی کامل نزدیکه. پس بهتره براتون که رها کنید. از نظر کاری و مالی جنبندی مثبت دارین و یه نفس راحت میکشین. جمله امروز تو: من شایسته آرامش و خوشبختیم. نورهای عزیزم، الهی که بهترین های خدا سر راه تک تکتون قرار بگیره. دوستتون دارم. خداحافظ.